سلام و درودی به پایان با کلی مخلصان برنامه در شبکه‌های اجتماعی. فردوس خورسند تاپ خبرهای ورزشی رو میگید. رفتیم. بازی‌های این هفته‌ای لیگ چمپیون‌ها واقعاً سر و صداهای زیاد به میان آورد. دسته منچستر سیتی قریب بود از تیم لیپزیگ شکست می‌خورد، ولی گواردیولا می‌داند از مشکل‌ترین راه چی خیلی بیرون برآید. لیپزیگ تا دقیقه 53 دیدار با حساب 2-0 پیش بود و با شرافت گل هالند این حساب تغییر یافت و همین طور فوتبالبازان دسته انگلیسی با هجوم‌های پیهم شروع نمودند. بعدی هالند یک گل فودن زد و یک گل دیگر یولیان آلوارز و همینطور منچستر سیتی غلبه کرد. بله، این درست است که سیتی هنوز دور گذشته به مرحله پلی آف راه یافته بود، ولی این بازی برای امورها را بهتر کردن خیلی نقش اساسی گذاشت. ارلینگ هالند در این دیدار یک باره دو رکورد تاریخی را عوض نمود که حالا در موردش حرف میزنیم. ارلینگ هالند در تاریخ لیگ چمپیون‌ها اولین نفر شد که از همه پیشتر 40 گل به هدف میرساند. یعنی هالند همگی در 35 بازی انجام دادهش در این مسابقه با زدن 40 گل دست می‌یابد. قبلا این رکورد به فوتبالباز سابق دسته‌های منچستر یونایتد و رئال مادرید رود وان نیستلروی تعلق داشت که موصوف در 45 بازی با زدن 40 گل دست یافته بود. در این برابر ارلینگ هالند رکورد همتای دیگرش از PSG کیلیان امباپه را شکسته کرد. هالند بعد گل به دروازه لیپزیگ عنوان جوانترین دارنده 40 گل را در مسابقه لیگ چمپیون‌ها صاحب گردید که قبلا رکورد به کیلیان امباپه تعلق داشت. نروژی گل 40 خود را شب گذشته در 23 سالگی و 130 روز زندگی به هدف رسانید. همین گل حسابکن‌ها کار نداشته باشند. هالند گل 40 خود را در 23 سالگی و 130 روز زندگی و 6 ساعتی به میدان برایی و 9 میلیارد و 750 نفس کشیش به هدف رسانید. کسی هست رنگ شوچی که سویت ما کار میکند. اگر پرتغالیان نمی بودن بارسلونا چی کار میکرد نمیدونم. بارسلونا هم یک بازی سخت و سنگین رو مقابل پورتو پشت سر گذاشت. پورتوی پرتغال گل اولین دیدار را زد و بر زمین این چندین هجوم‌های خطرناک را به میان آورد که قریب بود با تارومار دسته کاتالونی می آورد. اما همگی بعد 2 دقیقه گل پپه کانسلو با پاس گل‌آور پدری حساب را برابر کرد. بعدا باز کانسلو یک پاس بسیار عجیب را با فلیکس داد و سابق بازیگر بنفیکا توپ را راست به کنج دروازه پورتو روان نمود. گپ سر این است که هم کانسلو و هم ژائو فلیکس زمان در دسته بنفیکا بازی می‌کردند و این دسته یکی از رقیبان اساسی پورتو در چمپیونات پرتغال با حساب می‌رود. از این رو هم کانسلو و هم فلیکس زمان گل زدن چنان از شادی و خرسندی به سوی مخلصان دویدند که نگفتنی. حتی در رسانه‌های خبری اسپانی میگفتند که فلیکس و کانسلو نمیگذارند که نبودن گاوی در حیات مشاهده شود. خلاص بارسلونا که از آن دسته‌های بود که امشب پیش از دور اخیر با مرحله پلی آف لیگ چمپیون‌ها رفت. دلیل دیگر این است که بارسلونا بعد رفتن مسی اولین بار است که با مرحله حسابی مسابقه مذکور راه می‌یابد. تا این موسم آنها در لیگ اروپا و در میانه‌های جدول چمپیونات اسپانیا چرخ زده می‌گشتند. PSG فرانسه قریب بود در یک بازی مشکل از ادامه رقابت‌های لیگ چمپیون‌ها با کفالت 50% محروم گردد. این در حال است که در بازی مقابل نیوکاسل تا آخرین دقیقه با حساب 1-0 می‌باختند و چند ثانیه دیگر مانده بود تا گودبای PSG شود. در دقیقه 97 بازی عثمان دمبله با قصد ارسال توپ ضربه زد که والنتینو لیورامنتو صد رای ضربه گردید. فوتبالبازان PSG در حال به سر داور میدان حمله کردند و گفتند که توپ به دست لیورامنتو رسیده است. داور هم بعد تفتیش ور قرار برآورد که این حالت پنالتی است و آن را کیلیان امباپه اجرا کرد و حساب دیدار را برابر ساخت. چون عادت بعد این بازی سر این قرار داور بحث و جنجال‌های زیاد به میان آمده است. این را در رسانه‌های جهانی با سرلوحه دزدی سال تفسیر می‌دهند. حتی پایگاه خبری RMCF اشاره کرده است که فراموش نکنید که پرزیدنت PSG ناصر الخلیفی اعضای شورای دیرکتوران UEFA است. نیمه‌وقتگر سابق منتخب انگلیا جرمن جنس اظهار داشته است که لیورامنتو باید دستان خود را کجا می‌کرد، باید در کرسی احتیاطی می‌گذاشت. یک غالبیت تاریخی را از دسته نیوکاسل دزدیدند، گفته است جرمن جنس. حتی لگند فوتبال انگلیا آلان شیرر در صفحه توییتر خود نوشت که بازی
بازی فوق‌العاده در اجرای هر بازیگر نیوکاسل. این بازی باید با خلاصه کیم کدام احمق باید ویران نمیشد گفته است آلان شیرر. خلاص با خلاصه داور میدان اکثریت راضی نیستند. شما چی؟ در فوتبال کسبی به نزدیکی یک قاعده عجیب رایج می شود. این قاعده نام دارد محروم کنی موقتی از بازی. پایگاه خبری ز تلگراف اطلاع می‌دهد که شورای بین المللی اساسیاسیون فوتبالی با تجربه یک نوع جزا در رفت بازی روزگی دادند. گپ سر آن است که در برابر کارت زرد و کارت سرخ همچنین کارت نارنجی راه اندازی کرده می شود. این گونه جزادهی یا خود کارت نارنجی در نوع ورزش رگبی وجود دارد و این نهاد نیز می‌خواهند این اسلوب را در فوتبال کسبی رایج نمایند. آنها می‌خواهند موسم آینده سراول از پرمیر لیگ انگلیس شروع سازند و در صورت با موفقانه پس سر شدن کار این چیز اعتبار بین المللی میگیرد. کارت نارنجی معنای آن را دارد که فوتبالباز قاعده ویران کن با مهلت 10 دقیقه از بازی خارج کرده می شود. یعنی این میان کارت زرد و سرخ است. این جزا در فرصت‌های خیلی نازک به نظر گرفته می شود و شورای بین المللی اساسیاسیون فوتبالی همان فرصت خیلی بحث برانگیز جورجو کلینی را بر مقابل بوکایو ساکا در یورو 2020 مثال آورده است که وینگر منتخب انگلیا می‌خواست از نزد او گریخته به کنار میدان رود ولی کلینی از پیراهن او قبیده به زمین افشانید. اما برای چنین حالت‌ها کارت نارنجی رایج می‌شود که در صورت از جیب خود برآوردن داور فوتبالباز از میدان بیرون می‌شود و 10 دقیقه بازی را از کرسی احتیاطی تماشا می‌کند. حالا همین اساسیاسیون کارت سیاه هم رایج می‌کرده است. جزای کارت سیاه این خیلی بوده است که وقتی داور آن را نشان داد فوتبالباز را به قتل می‌رسانند. این شوخی بود، باور نکنید. الخاندرو گارناچو را به خاطر گل زیبا زدنش لیونل مسی از صفحه اینستاگرامش کور کرده است. یعنی با اصطلاح مشهور بلاگران تاجیک مسی از گارناچو ادپیساتسیا کرده است. این را ریو فردیناند سابق فوتبالباز دسته منچستر یونایتد رسانه‌ای کرد. او گفته است که مسی از صفحه اینستاگرام الخاندرو گارناچو بیرون شد چون گارناچو آرژانتینی از منبر بلند گفت که او مخلص سرسپرده کریستیانو رونالدو میباشد. ریو فردیناند همچنین سخنان الخاندرو را اقتباس آورد. او با ریو فردیناند گفته است که مسی به خاطر آنه که من مخلص کریستیانو هستم مرا قبول ندارد. این را همان وقت پی بردم که در یک صحبت گفتم کریستیانو فوتبالباز بهترین جهان است و من مخلص اشدی او. دیگر مسی با من صحبت کردن را بس کرد و حتی از صفحه اینستاگرام من بیرون شد. بعد وقتی که فردیناند از او میپرسد که خودت چه اندیشه داری نسبت این عمل مسی، گارناچو گفته است که پروایی ندارم. گارناچو در بازی مقابل اورتون با اسلوب بیسیکلت گل زد و اسمش فعلا سرخط تمام پایگاه‌های خبری است. شما فکر نکنید که مسی و رونالدو در میدان فوتبال رقیب هستند و در بیرون رفیق. نه، آنها جای کشتن یکدیگر را نمی‌یابند. کی می‌داند روزی تو به طلا گرفتن مسی رونالدو چی حال و احوال داشت؟ با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.